بهمن مراد و سولت زاده ناحیه توچکا بود. تولدی 50 در عائله پداگوگ به دنیا اومدیم. معلوماتم عالی ناپوره از سبب بیماری فرزندانم. صاحب 2 پسرانم هر چو این ولیتی یکم دیوم گروه و 1 دختر. من در ناحیه رشت زندگی میکردم. شوهرم از روی بی‌عدالتی و ای روی مینوشی بود، ای روی چی بود، ای روی بلحوثی بود. فرزندار 1 ساله 2 ساله پرتو من در ناحیه رشت شوهر کردم. بعد همین شوهر من بچه های رزوان گفتنی بسیار وحشیانه کشتن. پس من در خونه ها بچم از ترس ترسید، کسلی روحی شید و بلنیسه آوردم. این بلنیسه پیشی کینوتراپی جومینده بدن، حاضی در پیشی 13 بزرگچه میده همون جای پسیخو میبرم میارم. در 1 ماه 2 بار 3 بار گفت شنید مینم قدی دخترو. برای همی اومدم این بچه ها بیمار شدن، گشته رفته خونه را خبر گرفتم. 7 ماه معن خوردم در خونه خندک و سیروج. 7 ماه معن خوردم. همین زن بهرام و موجگل تلفن میکرد، حاضر میآیند در خونه منن، میآیند دکومنتات هم میگیرن. فلانه بحمدونه حاضر در راه میقپن دوشنبه برای. از ترس من 7 ماه معن خوردم. در دوشنبه؟ در ناحیه رشت. در ناحیه رشت میترستم بیام که دکومنتای خونه ما میگیرن. میآیند به همون خونه را به سرتا میگه. خونه به نام کی بود؟ خونه به نام خودم. خونه را پدر من بسیار کارگری کلون بود، 32 سال خدمت کرده بود در ناحیه رشت که ایره اکای گلوب میشناسه، محرمی تویچی میشناسه، اکای میرزایی پیش وقتا کارگری کلون بود. من همی خونه ها را حسن و رایکام به خاطر پدرم به من دادک. من خونه ها را شخصی کردم، پول دادم، گرفتم به نام خود من خونه تونه کی گرفت؟ خونه ما تشریف و خوجه از سری راه هم برمد. من همی خیلی ترسوندن، گفتم اکوای ما انسان خوب بود. وای چه سربازی همه رزوان بود؟ تشریف خوجه؟ نه وای حاجی به 10 تا بچه داره. همین 10 بچه 1 تاش خچه کشتگی نمیدون میرو چی پلق داشت دیگه. 9 بچه گشت حیاتی نخود در 9 بچه خونه های این ولی تو را بگیره بود. چی گفته گرفت؟ در کدام اساس گرفت؟ گفت که ما 10 نفر بچه های من 10 نفرن، گو جا نداریم، هیچی نترس، دکومنت ها را من ابتی برای که در راه میگوی میگیرن و ایمنن. من گفتم مایلی من به شما را کوارتیران میتیم خونه ها من 400 روبلی ارسیم دو. همین 400 روبلی ارسی را بچم در بلنیسه بود. دختر ما اینجا تلفن مینه که چه بچه ها احوال چو بده. من میترسم بیام تو حتی خونه رایکامو نویه رش خونه رایکام رفتم چکا کنم. من نمیمونه رفتنی میترسم. همین خیلی گپوهایی که بعد 7 ماه همین خانواده همین خندک و سیروج همراهی مادرش من به شهر دوشنبه را آورد. دکومنت ها ده همون انسان دادم، کوارتیران گرفت 400 روبلی ارسیم داده. گفت که با همین رفتیم در خونش مهمونی کر خیک چوربا کند شیشتن. همین ده 1 بار یک زنش به تنها هیچ کس نبود. همین ده پیش همون زنش 1 بار نگفت که من خونه های همین را کوارتیران میگیرم. من حیرون شدم که ایچی ده گپ نمیزنه در برای خونه. بعد همین خیلی خستیم سر گفت یگون بچهش نبود. گفت بچه ها در رسیان نیستن که یک خلط کرچکه یک کروکسه ویوردن برند. خستم رفتیم گپ زده در بین همین قورتون خونه خندک و سیروج رفته سودیم. همون 400 روبلی ارسی را من داد، من بدم خدا من هیچ کس کنم. با شوخی کرد که من شما رو میگیرم. شوهر دی خیلی خونه های خطن دکومنت ها دمن میستن. همین خلقتی من بعد گرفتن. بشار 1 سحر خستم اومدم که بچه ها ما تلفن کنم که چی حال دارن. تلفن کردم که تلفن کنی اومدم که 1 مرد مگزین چی بود حیدر نم داره حالی باید دبلین زده. گفت که اپا ده همسایگی تو سرتروشون بود. من گفتم میترسم سرتروشون چه هر روز همون موجگل به من تلفن منه ایمه نبینه. گفت نه کاری تو چی؟ بچه های خونش بچه های بولو گفت رفتن در ناردونه که غرم
دک از لط کردن پلوش و گرفتن بچه ها اومدن دست پسنس غرم درمدن برمدن همه همسایه را قیچین کفتن نیفتن رفتن ای خودی بیده که غرم قیچین آوردن سرای همون 3 نفر دختر هم موجگل قل کردن انا بعد ترسیدم که بوکی یا بورا که ای من چکو منو میسترو منو برای چی این فکر کردن و سرترشون کردن؟ برای که همو بچه هایی که در خونه همو بدن گفتن که همو بچه های تولدره مجویدوان کیان در خونه همو بدن همو اومدن ده شوفی را لط کردن هم لط کردن هم پلوش و گرفتن در خونه شما آوردن بعد سرترشون؟ نه در همو خونه اکا او ایزن همسایه من نبود پیچ و خونه هاش سوختن بعد همونجا خونه های دختری همی سمستان سبدن اومد همو خونه ها درمد همو خونه ها درمد که خونه ها ما سوختن نمیرم این همسایه منم نبود من قطعی او یک بارم نشیدم بگم که من خونه ما فروختم نفروختم چکو کردم این در اونجا گواهی دادت من 5 نفر شهید دارم خرشیدی رحمی سود به مراجعه نکردی؟ مراجعت کردم 5 نفر شهید دارم موادی من گرفته اید بینی و یا شهیدای من وای کردن گم کردن آثار دلت یور کرد سوتی ناحیه رشت حضیره سود من ویا سوتم فکر میکنم که این برای چی خب کرد ممکن منفی دوره که خیل کرد نباشه خرشید رحمتی کار تصدیق میکرد طرف من میگه شونه خورشیدش کیه؟ رئیس سود اوارد کرنور خوب بودن؟ بعد گفت که همه کاغذ اکسپرتیز بیایه و همین کاغذ هم میبینیم خونه تا تصدیق مینیم با ایستر همه شاهدایی که آوردن من و یورا گپاشو تصدیق نکردم گفتم یا همش ایروی چیان دروغ میگن 5 تا شاهدی من گفت دادم من میرفتم خونه ها خبر میگرفتم حاضر سود خونه های بنام همون مردک کرد؟ حاضر خونه ها بنام او مردک نیستن خونه ها در نام منن عدل نکاگیان امی خیل ساختکاری کردن خونه ها کوپلنی پرداج نیستن در نام خدم استادگیان فرشی بگم اکبو کردن و بردن در بانک ای بانک همو بچه تشریف بود غالی قریب $100,000 قرضدار شده است خونه های 2 اتاجه شد کمت شد نشید با خونه های من برده در اونجا $34,000 زلوک داده است این از روی عدالت داده این نخود که 10 نفر بچه من میبینم در تاجیکستان ما انسانایی هستن که خونه رو اسمینن به هیچی در دست اینوالیتا میتید نخود 10 نفر بچه 2 اینوالیتا در قدر شما کمیسیا تشکیل کنه خواهیش مینم ایتود بیای خونه های اینوالیتا را بینن نه جای سر کلشوی دارن سود نه مراجعت کردی چی گفت سود؟ من نه این روزی 27 در صوت اولی مراجعت کردم با پرزیدنت نوشتم با دستگاه پرزیدنت پیشی وطنزاده درمدم با رستم امام علی را نوشتم منم قرار استادن نمیتون برای که دید من گفتم که من یک ادوکات مکی من یک بخلیشکن در بنزین میگیرم گفتم همین این ولی میرم در ناحیه ایرج در انا مستود خدمه علامه زنم حرام خری بس شود من فیادوری بس شود چند سوتا پرزیدنت ما چند کاری قپیچو بس نمینن همی کروش و هولیا سلام انا میخیر دو داری عزیز